درود به شما بینندگان عزیز شبکه تلویزیون سفینه. برنامه فرهنگ معاصر است از سلسله برنامه‌ها. یکی از هدف‌های محوری برنامه فرهنگ معاصر این تبلیغ علم، دستاوردهای علمی و جهانبینی علمی به حساب می‌رود. برنامه امروز نیز از همین سلسله برنامه‌های تبلیغ جهانبینی علمی است و در این ردیف ما خواستیم امروز موضوعی را دنباله‌گیری کنیم که چگونه معلومات علمی راه‌های انتشار و تبادل را پیدا می‌کند و این از چه اهمیت برخوردار است و از طرف دیگر بایستی کدام نوع از مجلات علمی انتخاب بشوند تا اینکه توانسته باشند معلومات دقیق علمی را برای قشرهای گوناگون یا سطح‌های گوناگون در پهنای هم یک دولت و هم در فرا دولت‌ها، یعنی در بین ملت و دولت‌های دیگر، یعنی مرکزهای علمی دیگر رسانیده باشند. و از این لحاظ ما موضوع امروزه را راه‌های انتشار معلومات علمی عنوان گذاری کرده ایم. برای پهلوهای گوناگون این موضوع را شرح و تفصیل کردن ما به استودیو کارشناس مسائل فیزیکا و ریاضی یا طبیعی رضای بهرامزاد رو دعوت کردیم و من ایشون رو خیر مقدم میگویم. تشکر. همین دعوت ما رو پذیرفتن. خب واقعا امروز ما میبینیم که در جهانی که به سر میبریم علم به حیث یکی از محورهای اساسی پیشبرنده جامعه، زندگی و روزگار انسانی گردیده است و هیچ یک کشوری را دیگر تصور کردن نمی شود که روی کدام یک مشکلی نباشد، صرف نظر از اون که مشکلی طبیعی است، اجتماعی است یا سیاسی است، حتما با کار گرفتن از آموخته ها، دستاوردها و آن نتایج علمی هستند و فقط با همین راه دیگر می شود که هر گونه مشکل را حل کرد. اکنون ببینید ما امروز چگونه یا اهمیت و ضرورت انتشار، پهن و پخش معلومات علمی از چی عبارت است و سراول میخواستم شما و بینندگان ما شرح دهید که وقتی که گپ درباره معلومات علمی می رود ما چی را در نظر داریم و بعداً ضرورت انتشارش. خب معلومات علمی این نتیجه هایی هستند که در اساس پژوهش و تحقیقات علمی با در نظر داشتی روش و اصول علمی به دست می آیند و آنها را نتیجه های علمی می گویند. یعنی این نتیجه های منطقی، عقلی و ثابت شده در تجربه و توسط دستگاه متماتیکی قانون بندی شده هستند. بله. و این نتیجه علمی یکی از مرحله های تحقیقات علمی است یا اینکه قله گوییم همون تحقیقات علمی، یعنی روند تحقیقات علمی چرا در بر میگیرد. شروع می شود از یگان مشکل علمی یا اینکه فرضیه گذاری، یعنی دایر به یگان حادثه، دایر به یگان روند، عالمان فرضیه پیشنهاد میکنند، بعدا برای اثبات کردن یا رد کردن همین فرضیه یک سلسله نقشه ها کشیده می شوند که باید از روی آنها تجربه گذرانیده شوند، تحقیقات انجام داده شود و وقتی که لایحه میکشند، نقشه ترتیب میدهند، دستگاه ها را معین میکنند، تجهیزات علمی میسازند و تجربه میگذرانند. در اساس همین تجربه درستی یا نادرستی همون فرضیه تصدیق کرده می شود. وقتی که تصدیق کرده شد در اساس همین تصدیقات نظریه به وجود می بیاید و انا همین نظریه و نتیجه را برای نشر کردن مرحله انتشار یا اینکه آماده نمودن مقاله علمی در اساس نتیجه های علمی به میان می آید. یعنی نوشتن همان نتیجه های علمی در شکل یک حسابات گوییم، در شکل یک مقاله که به دیگران فهمو باشد و در وی شروع کرده از همان غایه یا اینکه ایده با زینه های تحقیقات و پژوهش و خلاصه برآوری در شکل کوتاه و موجز آورده شده است. یعنی که همین چیز یکی از مرحله های تحقیقاتی علمی است و ضرورت آن از آن است که تا زمانی که ما همین نتیجه ها رو انتشار نکنیم مردم از فعالیت ما
باخبر نمیشود. یعنی عالم نتیجه علمیش رو، دستاورد خودش رو به جامعه معرفی کرده نمیتواند. یعنی انتشار نتیجه های علمی این مرحله معرفی نمودن، شناس کردن و به دیگران رسانیدن نتیجه تحقیقات علمی است. بله و تشکر زیاد. ببینید ما در برنامه‌های پیشین هم وقتی که مسائل علمی را بررسی کردیم و اصلا روند تشکل یابی علم در جهان انسانی، خب اونجا قید کرده بودیم که واقعا علم در اول خصلت فردی داشت. یعنی هر نفر به خاطر یک هدف معین مشغول به علم میشد و اما میبینیم که در 300 سال اخیر علم به یک نهاد اجتماعی تبدیل یافته است و واقعا امروز یک استخوانبندی بسیار مرکب در هر گونه جامعه وجود دارد که چندین تشکیلات یا چندین ساختارهای بین هم پیوسته رو در بر میگیرد و اکنون وقتی که همین انتشارات علمی به میان می آید، اینجا تا چگونه همین نهادگرایی، تا چگونه یعنی امروز دیگر با طرز نسل بندی و ادامت بخشی معنویات انسانی همین انتشارات علمی میتواند کمک کند به نظر شما؟ البته به انتشارات علمی داد و گرفت علمی غیر امکان است. همون از نسل به نسل دادن معلومات و اطلاعات علمی امکان ندارد. برای همین هم به وجود آمده انتشارات علمی این شروع می شود از نشر کتاب ها، نشر دستورها یا اینکه چاپ کردن مقاله های علمی. خب برگردیم بیاد سری ساده ترش، یعنی اولین کاری که می شود تا کتاب های علمی سر اول یک مقاله علمی. بله. بیاد از همین یک مقاله علمی ما شروع کنیم که همین یک مقاله علمی فراگیر کدام جزئیات ها باید بوده باشد و بعداً این چگونه پذیرفته باید شود یا قانونمندی پذیرفته شدن از همین یک مقاله علمی به نظرش. خب وقتی که یک نفر محقق یا اینکه گروهی محققان یک تحقیقاتی را انجام میدهند، پژوهش میگذرانند، آنها یک نتیجه را صاحب میشوند و باید همون نتیجه را به طور زود به جامعه معرفی کنند، یعنی نشان دهند و برای این ضرورتی نوشتن و چاپ مقاله به میان می آید. یعنی یک مقاله علمی چرا در بر می گیرد؟ شروع می شود از معلومات عمومی درباره مشکلات علمی، یعنی چگونه مشکلات است، کیها به کدام دستاوردها در همین سمت نائل شدند. بعداً گزارش مسئله، یعنی همین گروه عالمان یا همین محقق کدام مسئله را در پیش خود گذاشته بود و با کدام راه آن را حل کرده است. یعنی اینجا شروع می شود از نظریه تا گذرانیدن کارهای تجربوی، یعنی استفاده دستگاه ها، اصول های استفاده آنها، اصول های فیزیکی که یا اینکه عموما دیگر علمی که در روند تحقیق استفاده شده است و بعداً به دست آوردن نتیجه، یعنی همان مقصد را در پیش خود گذاشته بود، تجربه گذاران، این نتیجه به دست آمد. بعداً خلاصه برآوری می شود، یعنی که همین نتیجه چی معنا دارد، چگونه شرح داده می شود، در کجا استفاده می شود، یا اینکه برای چی محقق به نتیجه دلخواه دست نیافت. بعضا می شود که تحقیقات می گذارند ولی همون نتیجه دلخواه به دست نمی آید، ولی همین را هم باید شرح داد. این مرحله آماده کردن سیاه‌نویسی مقاله است. بعداً مرحله دوم این جستجو و انتخاب مجله علمی است. یعنی وی مقاله را باید در یک مجله معین و مخصوص به نشر رساند و امروز در جهان مجله های به حد زیادی هستند و مجله ها جدا می شوند به ساحه ها. یعنی هر یک ساحه علم در خود مجله های گوناگون دارد و فرض کردیم در یک ساحه فیزیک هم مجله های گوناگون هستند. هم مجله های هستند که در شکل عموم علمی فیزیک را در بر میگیرند، از جمله ساینس، نیچر و دیگر مجله های با نفوذ. باز مجله های بسیار ساحوی هستند، از جمله در ساحه فیزیک هسته علاهیده، در ساحه فیزیک اتمسفر علاهیده، در ساحه فیزیک پلیمرها علاهیده، در ساحه نانو تکنولوژی علاهیده و همین طریق محقق باید همون مجله را انتخاب کند. بعد که مجله را انتخاب میکند به همون مجله مقاله را میفرستد.
در زمان امروزه به نشر قبول کردن مجله ها هم گوناگون است. مجله های تقریض شونده با نفوذ مقاله را قبول میکنند. به 2 نفر مقرض یا اینکه تقریض دهنده مستقلی که در همین ساحه علم موفق است و دستاوردهای زیاد دارد به همانها میفرستند. آنها مقاله را خوانده فکر و ملاحظه خود را می نویسند. اگر در مقاله کمبودی باشد نشان می دهند یا اینکه بعضی فکر و ملاحظه و پیشنهاد خود را بیان می کنند. بعداً به مؤلف مقاله این مکتوب ها فرستاده می شود. مؤلف مقاله در اساس درخواستی تقریض دهنده ها مقاله خود را مکمل می کند، کمبودی هایش را اصلاح می کند و در حالت ضروری بعضی جزهای تجربه را از سر می گذراند و در شکلی مکمل شده می فرستد. وقتی که همان 2 نفر یا اینکه 3 نفر مقرض از صفت مقاله راضی می شوند، بعد مجله به چاپ قبول می کند و در مدت معین آن به نشر می رسد. و اینجا یک مشکل است که ما چگونه مجله را انتخاب کنیم. یعنی انتخاب مجله علمی یکی از مسئله های بسیار مرکب است و برای مجله را انتخاب کردن امروز در دنیا اساساً 2 پایگاهی معلومات های اینکه داده های مجله های علمی قرار دارد که ما اساساً رجوع میکنیم به آنها. یکی از این پایگاه سکوپوس و دیگری پایگاه وب آف ساینس می باشد. هر 2 پایگاه در خود مجله های خیلی زیاده را در بر گرفتند و وقتی که یگان مجله علمی به همین 2 پایگاه وارد می شود، این نشان آن است که صفت همان مجله خیلی بلند است. یعنی مسئولان این پایگاه ها در اساس تحقیق، در اساس سنجش آن مجله ها را اعتراف کردند و همچنین معیارهای بهادهی امکانیت های مجله هست. مثلا برای هر یک مجله از طرف شرکت وب آف ساینس ایمپکت فاکتور داده می شود. یعنی این یکی از نشان دهنده های عددی برتریت روزنامه است. فرض کردیم اگر برای به حساب میانه ایمپکت فاکتور برای 2 سال معین کرده می شود، یعنی اگر فرض کردیم ما ایمپکت فاکتور یگان مجله را در سال 2021 حساب میکردگی شویم، ما چی را حساب میکنیم؟ ما آن را حساب میکنیم که در سالهای 2018 و 2019 چقدر مقاله نشر شد و در سال 2019 و 20 به این مقاله ها چقدر اقتباس کرده شد از این مقاله ها. یعنی استناد کردن در علم این نشان دهنده ارزشمند بودن همان مقاله یا اینکه مجله را دارد. و مجله های با نفوذ امروزه ایمپکت فاکتور خیلی بلند دارند. فرض کردیم مجله های ساینس، نیچر حدودی 25-30 یعنی نشان دهنده ایمپکت فاکتور این مجله ها، ولی هستند مجله های میانه که ایمپکت فاکتور آنها حدودی 6-7 یا اینکه 10 است. و اگر فرض کردیم ایمپکت فاکتور یگان مجله از 1 یا اینکه 2 بلند باشد، این الکی نشان دهنده صفتی بلند و مقاله خوب داشتن همان مجله است. همچنین در همین پایگاه ها باز مجله ها را به 4 گروه تقسیم میکنند که آنها را کوارتیل مینامند. فرض کردیم که در یگان سمت علم برای مثال فیزیک را میگیریم. اگر در عموم فرض کردیم 1000 مجله علمی سایه فیزیک در پایگاه سکوپوس برای خط گرفته شده باشد، از این 250 اولش به کوارتیل اول داخل میشد که بسیار مجله های با نفوذ هستند و در آنجا مواد نشر کردن بسیار دشوار است. بعداً کوارتیل 2 می شود، یعنی 250 مجله که بعد کوارتیل 1 می آیند و از همه آبرو و اعتبار پستر را کوارتیل 4 دارد. و از روی همین هم ایمپکت فاکتور، هم از روی کوارتیل و هم از روی سایت سکور میگویند که نشان دهنده همین ایمپکت فاکتور برای مجله های سکوپوس می باشد، انتخاب کردن ممکن است. بله، شما حالا قید کردید که مثلا در مجله های کوارتیل 1 بسیار دشوار است با نشر رسوندن. بله. می‌خواستم همین دشواریش از شرط که یعنی دشواری اینجا چی است؟ یعنی مانع گذاری است، سرمایه گذاری است یا چی؟ منظور شما؟ طلبات این مجله ها آن است که آنها
نتیجه های علمی بسیار سنساسیونی رو اگر گوییم هنگام آور رو چاپ بکنن یا اینکه انقلابی رو. مثلا بسیار نتیجه های علمی که در آینده به جایزه نوبل آورده میرسونن در چنین مجله ها نشر میشوند و برای همین هم تحقیقات های خرد و جزئی که انجام داده می شود آنها قبول نمیکنند. یعنی اینها بیشتر روی تحقیقات های بنیادی فوندامنتالی کار میکنند و بسیارتر به تحقیقات های اهمیت میدهند که با خرج خیلی زیادی پول عملی کرده شدند. مثلا نتیجه های کالایدری بزرگ ادرانی یا اینکه نتیجه هایی که توسط دستگاه های کیهانی گرفته میشوند. یعنی مقدار مقاله هایی که نشر میکنند خیلی کم است، بنابر همین طلبات هم با آن زیاد است و همچنین نرخی نشر کردن در چنین مجله ها هم خیلی زیاد است. و مجله هایی که فرض کردیم نسبتاً میانه هستند، تصور کنید برای نشر یک مقاله حدود 2500-2600 دلار آمریکایی پول پرداخت کردن در کار تا آنها مقاله شما رو نشر کنند. بله. خب ببینید، فکر میکنم که وقتی از سطح مثلا جمهوری ما به نظر میگیریم، این تا چه اندازه میتوند که برای عالم، برای نفرهایی که اولا آیا همین گونه نفرانی که در سطح نهایت بلند مواد آماده کنند و به چاپ رسانند، خب ما داریم که در تحقیقات های بنیادی که خوب در سطح بین المللی قرار گرفته باشه. البته ما داریم ولی خیلی کم. من مثال آورده میتوانم کارمندان انستیتوی استروفیزیکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، کارمندان انستیتوی فیزیکی اکادمی ملی، انستیتوی متماتیک و مرکز اینواسیونی و دیگر مؤسسات یا دانشگاهی ملی یا اینکه دیگر دانشگاه‌های تاجیکستان در چنین مجله ها مواد چاپ میکنند، ولی به مقدار خیلی کم. اگر گیریم در دوام یک سال، به فکرم سال گذشته حدود 60 مقاله همین سطح بلند در خارجه چاپ شده بود و تمام. سبب اساسی کم نشر شدن این قفا ماندن از سطح علمی جهانی است. یعنی در چنین مجله ها نتیجه های رو به نشر میرسونند که تا همین لحظه در دنیا کسی گرفتگی نباشد. یعنی ما برای نشر مقاله در چنین مجله ها با محققان اروپایی و آمریکایی و چینی و ژاپنی رقابت میکنیم. یعنی باید نتیجه ما در سطحی باشد که هنوز آنها به دست آوردگی نباشند، یا آنها به دست آورده باشند هم ما با اصول دیگر، با صحیحیت دیگر به دست آورده باشیم. و مشکل دوم این کهنه شدن تجهیزات ها است. یعنی در چنین مجله ها اگر شما با تجهیزات های کهنه شده که صحیحیتشان نسبتاً پست از تحقیقات انجام داده نشر کنید، یعنی حساب کتاب های شما اگر توسط فناوری پیشین باشد تا اندازه قابل قبول نیست. قابل قبول نیست، چون آنها طلبات های خود را دارند و آنها از محقق طلب میکنند که با دستگاه های معاصر تحقیقات انجام دهند. و مشکل دیگر این نرخ نشری همان مقاله ها می باشد که من گفتم حدود 2500 دلار آمریکایی است. و هستند مجله هایی که به شکل بی پول نشر میکنند و البته ما کوشش میکنیم که در همون مجله هایی که بی پول هستند، رایگان هستند، مقاله چاپ کنیم، ولی در اینجا باز مشکل های خودش را داره. یعنی طلبات زیادتر، بعدا بعضی مجله ها کمیسی مخصوص دارند که همون کمیسی تفتیش میکند که همین مقاله برای بی پول نشر کردن ارزنده است یا نه. بعدا مهلت دور و درازی نشر مقاله است. مثلا مقاله را برای چی باز نشر میکنند؟ برای صاحب شدن به عنوان علمی. هر نفری که میخواد رساله نامزدی حمایت کند یا اینکه رساله دکتری حمایت کند، او مجبور است که برای نامزدهای علم 3 تا مقاله و برای دکترها حدود 15 مقاله باید در مجله ها نشر شده باشد. و اکنون شما تصور کنید که در مجله های خارجی همین مرحله تقریض نوشتن، اصلاح کردن مقاله و چاپ کردن از 1.5 تا 2 سال طول میکشد. بعضی مجله هایی هستند که در مدت 5 ماه 6 ماه نشر میکنند، ولی خیلی کم. اساساً مجله هایی که بی پول هستند آنها مهلت نشرشان خیلی زیاد است و بعضا محقق مجبور می شود که تا 2 سال انتظار شود.
اکنون برای همون یک اسپیرانت یا اینکه دکترانتی که میخواد نتیجهش رو زودتر نشر کند و البته نمیتواند که مجله های رایگان رو انتخاب کند. همین گونه مشکلی ها هست و بعدا بسیار مجله هایی هستند که به یک مؤسسه داخل دارند یا اینکه به یک کشور داخل دارند. وقتی که شما یگان هم مؤلف یا اینکه یک جای تحقیقات گذرانده باشید از همان مؤسسه یا اینکه از همان کشور، چاپ کردن مقاله در چنین مجله ها آسان‌تر می شود. بنابر همین عالمان با همدیگر همکاری کرده، رابطه نموده، مقاله های یک جایه به نشر می رسانند و اکثر مقاله هایی که از مؤسسه علمی تاجیکستان در چنین مجله ها چاپ می شوند، این در اساس چنین همکاری ها هست. و باز هستند تاجیکانی که در کشورهای خارج تحقیقات میبرند، فعالیت میکنند و آنها در مجله های خیلی با نفوذ مقاله های خیلی زیاد دارند و برای بها دادن عالمان فرض کردیم ایندکس خیرش گفته یک نشان دهنده علم سنجی است. بعضی عالمان ما چنین ایندکسی 40 یا اینکه 45 دارند که این خیلی سطحی بلند است. خب شرط می‌دهد که همین معین کردن این ایندکس وابسته از چی است؟ معین کردن ایندکس خیرش از همان نشر مقاله های علمی و اقتباس شدن آنها وابسته است. این ایندکس را بار اول فیزیکس خیرش پیشنهاد کرده بود. یعنی معنای همین ایندکس چی است؟ فرض کردیم شما 50 مقاله علمی نشر کرده اید و هر یک مقاله شما اقتباس های گوناگون دارد. مثلا یک مقاله شما 500 اقتباس دارد، یک مقاله دیگر 15 تا، یک مقاله دیگر 20 تا و این همون عددی خردترینی هست که تمام مقاله ها همون مقدار اقتباس شده اند. فرض کردیم اگر همه مقاله های شما حداقل 15 مرتبه از طرف محققان دیگر در مقاله های دیگر اقتباس شده باشند، پس ایندکس خیرشی شما 15 است. یعنی 15 مقاله شما حداقل 15 بار از طرف دیگران استفاده شده است و ایندکس خیرشی 40 یا اینکه 45 نشان میدهد که حداقل شما 40 مقاله دارید که 40 مرتبگی هر کدام آن از طرف عالمان دیگر اقتباس شده است. و باید یک دلیل را گویم که اگر محقق ایندکس خیرشی از 14 زیاد داشته باشد، به او برای فرض کردیم فعالیت کردن در امریکا بسیار آسان است. به یگان خیلی طلبات علاوگی اجازت میدهند که او شهروندی امریکا را گیرد و در آنجا فعالیت علمی برد. اگر ایندکس خیرشی همان شخص ها محققان از 30-35 بالا باشد و میتواند عضوی اکادمی ملی علم های امریکا گردد. یعنی همین نشان دهنده ها این ثمرناکی فعالیت عالم را در علم نشان میدهد. از یک طرف از جانب دیگر این میتواند تا اندازه برای جلب متخصصان، جلب عالمان، یعنی کشورهای معین میتوانند مغزهای به خود جلب کنند و از این لحاظ سطح اقتصاد، سطح سیاست، سطح فناوری خود باز هم بالاتر برند و همینطور قدرت خود در سطح جهانی حفظ کنند. چون امروز ما میبینیم که واقعا علم به حیث یکی از قدرت اساسی کشورها است، چون که در زمینه علم است که اکثر فناوری ها با وجود آورده میشن و این فناوری هایی که دیگر توانی اقتصادی، توان مالیوی و توان حربی کشورها رو هم تا اندازه معین میکنن. بله. خب اکنون امروز چی باید کرد که مثلا خب ما امروز میبینیم که البته تمام نهادهای علمی تاجیکستان با دستگیری سیاست سازنده حکومت سال به سال و مبلغ گذاری های در سمت علم، دستگیری های بیواسطه شده ایستادند و سال به سال این سطح بالا رفته ایستاده است و به نظر شما باز باید چیکار کنیم که همین در سطح علمی جهانی باز هم بیشتر تاثیرگذارتر شویم، در آینده باز هم قوی تر شویم؟ ما باید همان ساحه‌های علم را روی آوریم که اقتداری تحقیق کردن آنها را داریم. یعنی وقتی که ما یگان ساحه را به طور خوب، جدی و دقیق تحقیق میکنیم، میتوانیم نتیجه های خوب را به دست آورده در مجله ها پیشنهاد کنیم. دیگر این مستحکم نمودنی پایه تکنیکی
پژوهشگاه‌ها میباشد. تا زمانی که پایه تکنیکی پژوهشگاه‌ها مستحکم نباشد ما نمیتوانیم نتیجه های سطح جهانی به دست آوریم. بعدا این از خود کردن همون اصولهای نوشتن مقاله های علمی و زبان اکادمی علمی انگلیسی می باشد. زیرا که اگر شما خواهید که دنیا از نتیجه شما باخبر شود، البته محققان کوشش میکنند که با زبان انگلیسی مقاله نشر کنند، چون اودیتوری زبان انگلیسی تمام دنیا است که حدود چند میلیارد. اگر ما تنها با زبان تاجیکی نویسیم، اودیتوری ما همین 6-7 میلیون اهالی تاجیکستان. اگر با زبان روسی نویسیم، حدود 200 میلیون اهالی کشورهای پسا شوروی. اگر ما با زبان انگلیسی نویسیم، تمام دنیا میتواند از نتیجه های ما باخبر باشد. و حتی حالت های در تاریخ بودند که بعضی کشفیات ها شدند و با زبان روسی در مجله های اتحاد شوروی نشر شده بودند، ولی عالمان دیگر کشورها بعداً به همان نتیجه رسیدند و جایزه های بلند گرفتند. یا اینکه یک حادثه دیگری هم هست، دو عالم شوروی لندسبرگ و ماندلشتام یک پدیده پراکنش روشنایی را در کریستال ها کشف کردند. بعد از یک هفته آنها دو عالم هندو به همین نتیجه رسیدند، ولی از بس که عالم هندو تیزتر مقاله چاپ کردند و از نتیجه آنها دیگران باخبر شدند، آنها جایزه نوبلی به دست آوردند. و این شخص رامان بود که امروز همان پدیده به نام رامان گذاشته شده، پدیده رامان. حالا که عالمان شوروی یک هفته پیش همین نتیجه به صاحب شده بودند. اگر آنها در حال با زبان انگلیسی مقاله کرده چاپ میکردند و از نتیجهشان دیگران را آگاه میکردند، شاید این پدیده به نام آنها گذاشته میشد و آنها جایزه نوبل را به دست می آوردند. بله و تشکر زیاد. یعنی اینجا یکی از اهمیت یا ضرورت ویژه‌ای در مجلات بین المللی به نشر رسانیدن نتایج علمی، این هم بازگو کننده پیش از همه شخصیتی، یعنی با ثبت شدن با نام همین شخصیت همون دستاورد علمی با نام فرد الهیده ثبت می شود از یک سو، و از سوی دیگر این درجه علمی یا مستحکمی پایگاه های علمی یک کشور را هم تا اندازه می تواند معین سازد که همین کشور در سطح علمی در جهان امروز چی جایگاهی را اشغال میکند. اینجا نه تنها کشور بلکه مؤسسه های الهیده هم هست. اگر ما به ریتینگ های جهانی دانشگاه ها نگریم، یکی از بندهای اساسی که به همان دانشگاه بها میدهند این نشر کردن مقاله های علمی در مجله های با نفوذ و اقتباس شدن آنها از طرف محققان دیگر می باشد. و محض همین نشان دهنده ها دانشگاه های به مثل اکسفورد و کمبریج و هاروارد را در صدر ریتینگ های جهانی نشانیده است. بله و تشکر زیاد برای یک معلومات خوبی علمی و برای یک تحلیلی واقعا زبردست، و من امیدوار هستم که از این تحلیلی که شما در بابت عموما انتشارات علمی یا ویژگی انتشارات علمی مخصوصا در مجلات بین المللی بیان داشتید، ابراز نظر کردید، بیننده عزیزی ما اون نفرایی که واقعا به پژوهش علم سرکار میگیرند یا اینکه اصلا میخواهند در آینده به پژوهش سرکار داشته باشند، یک اطلاع درست دریافت کردند. و از این لحاظ من به شما بار دیگر از نام بینندگان ابراز سپاس میکنم و امیدوارم که حتما ما در برنامه های دیگر نیز که با مسائل علم و مخصوصا مسائل سمت فیزیک و ریاضی مربوط باشند با شما همکاری خواهیم کرد. و بار دیگر اظهار سپاس. بیننده عزیز، ما نیز بران هستیم که هر کدام از ما واقعا جهان امروز دیگر جهان علم است و هیچ یک نیروی دیگر جز نیروی علم نمیتواند یگان مشکلی بشر را حل نماید و حتی مجموع آن مشکلی را که خود علم به میان آورده است تنها از راه علم میتوان آن را حل کرد. و امروز نفوذ، قدرت، سیاست، اقتصاد و همه دغدغه کشورهای جهان از آن است که آنها چه جایگاه و چه مقام در علم دارند، چه کشفیات در این یا آن سمت با وجود آوردند و از چگونه فناوری استفاده می نمند. و از این لحاظ
امیدوار هستم که شما فرزندان و پیوندان را در روحیه آموزش و در روحیه دانستن، در روحیه تحقیق و پژوهش، در روحیه تکیه کردن به علم تربیت میکنید و آنگاه ما باز هم بزرگتر، باز هم با شهامتتر، باز هم جایگاه همان در سمت جهانی بالاتر خواهد بود و از همه مهمتر باز هم به زندگی شایسته تر و از این بهتر خواهیم رسید. با همین امید باقی روز و روزگار شما خوش و خوشایند. پاینده باد تاجیکستان عزیز. خیرات یار مددگار شما. بدرود تا درود دیگر.